دوستان امروز اومدم واسهتون بگم که آقا درباره پروفیت و سکه ها مصور. دوستان همونجور که فهمیدین در چند روز پیش درباره یعنی کانال رسمی همستر گنباد گفت که آقا پروفیت مهم و سکه هیچ ارزشی نداره. خب حالا من امکان داره مثلا این امکان داره که ما رو به تله انداخته باشه، یعنی یه تله بزرگی در کار باشه که این چون که مثلا الان 116 میلیون کاربره، خب این هم واسه دست اینو باید پول بیشتری بده، پس باید چند نفر همه ایناشو حذف کنه و مسدود کنه تا بتونه کم بده. ولی به نظر من 50-50 باید نگه داریم و به نظر خود من میانگینش از همشون بیشتره. خب میانگینش یعنی چطور؟ مثلا الان من 72 میلیون تا سکه دارم. خب 72 میلیون رو با پروفیتم که 253,000 جمع میکنین، حالا جمعش فکر کنم بشه 7400 و 7500. خب الان باید اینو ما تقسیم بر 2 کنیم که تقریبا میشه 36 میلیون 250 و میانگینش یعنی این. و شما نه، حالا بعضی ها میان کل سکاشون رو میدن به پروفیت، یا بعضی ها مثلا پروفیت نمیخرن و به سکا میدن. حالا این امکان داره یعنی سایت همستر گنباد ما رو به یه تله بزرگ انداخته باشه، پس به نظر من میانگینش از همشون مهمتره و شما نباید یا پروفیتتون رو زیاد کنیم یا نیست. و پروفیت گفته که 700,000 تا 900,000 باشه، 500 تا 900 700 تا 900,000 باید پروفیتتون باشه و سکه بالای 100,000. خب پروفیتتون باید تقریبا بین 700,000 تا 900,000 تا باشه و شما واسه اینکه پروفیتتون بیشتر باشه به چند تا کارت معینی است که شما باید اونا رو بیشتر کنید. چند تا از کارت ها میدین دوباره که سطح مایم گارانتیم کارت رو الان من واسهتون معرفی میکنم. اولی همستر بورگ، همستر گرام، همستر توب و واسه دریافت 5 تای بعدی این قسمت لگال میخوام 9 تای بعدی و اون 9 تا منم اینا هستن، کل اینایی که مپن اروپا و نمیدونم آمریکا و استرالیا، همه اینا هم شما باید به لول های بالای 13-14 تا برسونید. چون که مثلا یه بار امتحان کنیم، مثلا اینو من میدم مثلا 5 تا، خب چقدر میده؟ بیدم 255 تا، ولی مثلا میدم اینجا 13 کا میدم فقط 110 تا بهم میده، یعنی 2 برابر پول اون مپ ها رو میدم ولی از اونا کمترشو بده، یعنی 1/2 اون مپ پولشو به پروفیتم بیشتر میکنه و شما همین کارتا رو اگه تا آخرش بکنید بهتره. چون اگه شما مثلا بین پروفیتتون 700 تا 900 کا باشه تقریبا روزی میتونین 40 میلیون در بیارین بدون اینکه اصلا به دیلی گنباد نیازی داشته باشین. پس 50-50 نگم داریم، باید سکامون بالای 100 میلیون باشه و پروفیتمون بین 700 کا تا 900 کا باشه.